روستا بگه امتحان پروردگار جوان مردانه به دوش گرفته و انجام دادن با سری بلند به اجازه خداوند متعال نان و طعامی را که خداوند براشون رزق روزی کرده است تناول میکنند، البته خرسند خشنود میشه. حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید للصائم فرحتان یفرحهما. روزدار ده خشنودی داره، ده خرسندی داره که دای وقتی همون خشنودیش میرسه به حد خشنود بالیده میگردد. اذا افطر فرح بفطره. خرسندی اولش در همین دنیا ای و وقتی که نان و طعام براش آوردن بسیار خرسند میشه. همین یک کیفیت لذت عجیبه. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد میفرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری های فشار بلندی، استخوان رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما هست. سراغه ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس بروید. این را حتی همون علمای دنیا شناس هم میگن ایو کیفیات طبیعی هست، لذات طبیعی. وقتی گرسنه طعام میخوره، وقتی تشنه آب مینوشه، وقتی که آدمی که در ارزوی خوب جای خوب کردن یا سرکش میمونه خوب میکنه، وقتی که مرد با زن حلالی خودش معاشرت میکنه، حظ شوخی میکنه، همه همیاد همین کیفیات و لذات طبیعی هستند. البته که خرسند میشه، ارگانیسم همی را طلب کرده است. ماشاءالله روستا بگر امر پروردگار را اجابت کردیم، چیزی نخوردیم، نه آشامیدیم و وقتی که خدای بزرگ اجازت مداده است با یک میل تام و با یک اشتها و با یک شوق رغبت طعام تناول میکنیم. اما بزرگان میگفتن که سیر صدقه نون کنه و گشنه را صدقه آب. ای بچه در غیر رمضان در یک روز 5-6 جو میخوری، نه لذت طعام میفهمی و نه به قدرش میرسی. این عجیب یک نعمتی است که خدای تعالی برای امتان محمد صلی الله علیه و سلم روزی گردانده است. اذا افطر فرح بفطره. خرسندی یکمو همی است که وقتی که نوش نعمتی را که خداوند برامون مهیا کرده است استفاده میبریم، بسیار خرسند و خوشحال میشیم، لذت میبریم. و اذا لقی ربه یوم القیامه فرح بصومه. خوشنودی دیمش فردا روز قیامت است. وقتی که الله ذوالجلال و الاکرام ملاقات شد، وقتی دید که این روزه ماه شریف رمضان براش چی یک اجری بزرگی را نصیب گردانده است، به همون روزه گرفتگیش در دنیا چنان خوشنود و والیده میگرده. آخه خوشنودی و خرسندی عزیز زیاد میشود که روزه ماه شریف و قرآن عظیم شان که به شبهای این ماه ختم میگذاریم در نزد پروردگار طلب شفاعت ما و شما را میکنند. حضرت صلی الله علیه و سلم بشارت داد الصیام و القرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. روزه ماه شریف رمضان و قرآن عظیم شان فردا روز قیامت در پیش پروردگار طلب شفاعت بنده را میکنند. یقول الصیام ای ربی اینی منعته طعام و شهوات بالنهار فشفعنی فیه. اول روزه میگفته است پروردگارا من همی بنده ایتره بر روزها از خوردن تمام نوش نعمت لذات منع کرده بودم، اجرا کرد، خدای شفاعت ما را در حقش قبول کرد. بعدا میگه قرآن عظیم شأن طلب میکرده است، قرآنی که صفت الله ذوالجلال و الاکرام است. ای ربی اینی منعته النوم باللیل فشفعنی فیه. پروردگارا من به شبهای رمضان همی بنده ایتره از خواب، از تماشای تلویزیون، از دیگر میل رغبت ها منع کردم، در مسجد میرفت ختم قرآن میگذران. پروردگار شفاعت مرا در حقش قبول کرد. فیشفعان. حضرت صلی الله علیه و سلم بشارت داده است که شفاعت روزه رمضان و شفاعت قرآن عظیم شان البته در پیش پروردگار پذیرفته می شود. وقتی که در سر روزه‌دارای ماه شریف رمضان تاج کرامت گذاشته می شود، وقتی که امر کرده می شود در وقتی وارد شدن به جنت که روزه‌دارای ماه شریف رمضان از باب ریان وارد شوند. این جنت 8 در داره. حضرت می فرماید این للجنت 8 ابواب. جنت 8 دروازه داره.
فیه باب یسمى ریان، یک دروازش نامش ریان است. لا یدخله الا صائمون، از این دروازه فقط روزدارا داخل میشوند، با کسی دیگه اجازه وارد شدن نیست. اما وقتی که از پرد خود داخل جنت میشود، از همه بالاتر و بالاتر در جنت المأوا، وقتی که به دیدار به مثال الله ذوالجلال و الاکرام میرسه، الله همین قدر خرسنده بشود که خدایا شکرانه نعمتت که در دنیا هدایتم کردی، پاس این روزه را داشتم، روزه ماه شریف رمضان را قدردانی کردم، روزه دار بدم که امروز به این درجه و منزلت رسیدم. حضرت صهیب رومی صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، حدیث هم در صحیح امام مسلم اومده است. حضرت گفت اذا دخل اهل الجنة الجنة یقول الله تبارک و تعالی تريدون شیئا ازیدکم. فردا روز قیامت وقتی که بنده ها وارد جنت میشوند، به امر پروردگار خداوند متعال به همون بنده های جنتیش مراجعت میکرده است که میخواه با یگان نعمت دیگر هم براتون فراهم بیارم. میگم الم تبیض وجوهنا و تنجینا من النار و تدخلون الجنه. پروردگار از این نعمت زیادتر میشود که تو ما را با آبرو و رو سفید گردوندی، تو ما را داخل جنت کردی، از آتش جانسوز جهنم نجات دادی. از این دیگه نعمت بیشتر از زیادتر چی است؟ آخه در جنت نعمت هایی است که نه چشم دید است، نه گوش شنید است، نه در گوشه خاطر کسی حتی خطور کرده است. هر چیزی که حتی اندیشش نمی کرده که همین چیزا وجود دارن برامون مهیا کرده. آخه از این بیشتر دیگر چی بخواهیم؟ حضرت صلی الله علیه و سلم بشارت داد، گفت فیکشف الحجاب، فیکشف الحجاب. همین وقت از پیش چشمش حجاب دور می شود. خداوند متعال به چیون و چگونه نظر میکنند، مثل که ماه شب 14 را میبینی در شب صافی به اولایش، الله ذوالجلال اهل جنت نظاره میکنند، تماشا میکنند. بعد حضرت فرمود فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی ربهم عز وجل. خداوند بندگانش هیچ نعمت بزرگتر از دیدار به مثالش عطا نمیکنه. جنتی ها وقتی که میگه جمال پروردگار را میبینن، چند مدت دیگه در چنان لذت غرق میشوند که تمام نوش نعمت دنیا را فراموش میکنن. الله اکبر. خرسنده روزدار همون ساعت به واقع میشود. و اذا لقی ربه فرح بصومه. وقتی که پروردگاری بزرگ که ملاقات کرد، به همین روزایی که در دنیا گرفته بود بسیار خوشنود و خرسند میشود. خدا برکت بده بابای ایشانی مقدم ما را، همین خیلی محبت داره که اهم نمیدونم ولی رمضان شده بود نشده بود، زنگم زد یه روز انتخاب کنیده ما همین تمام افطار ما بگذرونم. مسلمانای واقعی همین خیلی با آمدن روزه ماه شریف رمضان میشکوفند، بیقرار میشوند. آخه این یک معرکه و یک یرمرکه الهی است. هر کس باید هنر اخچه پیشنهاد کنه. چند میتونی طاعت عبادت کن، چند میتونی خیر احسان کن، زیرا که به مضاعف اجر پاداش میگیری. ماه شریف رمضان از دیگر ماها فرق داره. من تقرب فیه بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضه فیما سواه. حضرت صلی الله علیه و سلم بشارت داده است هر کسی در ماه شریف رمضان یک کارک خیر انجام میده، همین ثوابش مثل فریضه در غیر رمضان است. همین چیزی که فرض خدا را انجام میدی صاحب مقصد اجر ثواب الله میگردی، اندکترین کار در رمضان اجر ثواب فرض خدا را در غیر رمضان داره. و من ادى فریضه کان کمن ادى 70 فریضه فیما سواه. هر کسی در ماه شریف رمضان اگر یک فرض خدا را انجام میده، از روی ثواب آنچنانی هست که گویا 70 فرض انجام داده باشه. آخه این نعمت ها یا عباس نمیروه، همه این حساب کتاب میشوه و البته به صاحبش میرسه. حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید حدیث متفق علیه، راوی حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه راوی امت است. بشارت داد، حضرت گفت من انفق فی سبیل الله زوجین.
هر کسی در راه خدای تعالی دو عمل خیری را انجام میده نودی من ابواب الجنه یا عبدالله هذا خیر یک عمل نه دو یا یک چند عمل انجام میده فردا روز قیامت میگه از همه دروازه های جنت ندا میشوه از هر دروازه جدا جدا ایشان مخدوم بیا این همی بهترین راه های بیا داخل جنت بشه انمو دربانو صداش میکنن ایشان مخدوم محبوب بیا اینهی در بدرو این برای تو بهتره و حضرت گفت فمن کان من اهل الصلاح دعی من باب الصلاه هر کسی اگر اهل نماز باشه از دروازه نماز صداش میکنن که بیا و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد هر کسی اهل جهاد باشه از دروازه جهاد میگه صداش میکنن و من کان من اهل الصیام دعی من باب ریان کسی که اهل روزه باشه کسی که روزه ماه شریف رمضان پاس داشته باشه میگه از همون باب ریان از همون پرد دیو خود فیرادش میکنن مردکی خوبی و حضرت گفت فمن کان من اهل الصلاح دعی من باب الصلاه هر کسی اگر اهل نماز باشه از دروازه نماز صداش میکنن که بیا و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد هر کسی اهل جهاد باشه از دروازه جهاد میگه صداش میکنن و من کان من اهل الصیام دعی من باب ریان کسی که اهل روزه باشه کسی که روزه ماه شریف رمضان پاس داشته باشه میگه از همون باب ریان از همون پرد دیو خود فیرادش میکنن مردکی خوب بیا رهیت ایجا های و من کان من اهل صدقه دعی من باب صدقه هر کسی که صدقه و خیرات کردن دوست بداره از دروازه انم صدقات خیرات و زکات صداش میکنن ای بنده الله بیا در مجلس هیده از صحابه شرکت داشتن از جمله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت هم تا گردنکش کات شیشتگی و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم به گوش جان گوش میکرد سوال کرد گفت یا رسول الله هل یدعا احد من تلک الابواب کلها ای رسول الله گفت آیا همین خیلی مردک هم در دنیا وجود داره که همین یک باره ای همه درو فیرادش کنن ای یک در نه ای همه درو ای هشت در ای فلانی بیا گفت نداش کنن حضرت صلی الله علیه و سلم گفت نعم و ارجو ان تکون منه بله گفت یا ابوبکر من امید دارم که تنم یکی هم وایی از همون شخصایی هستی که از همین 8 باب جنت صداد میکنن که یا ابوبکر هذا خیر بیا ای ابوبکر داخل جنت شو انشالله منم دلم گواهی میده که ایشان مخدم ما را زمره هم جوان مردایی هسته که از همین 8 باب جنت صداش میکنن ایشان مخدم مرحبا بیا به سلام وارد جنت شو خداوند خیرات و احسانات بابای ایشان مخدم ما را به درگاهش قبول و مقبول بگردانه و در نامه اعمالش ثبت بسازه و به سرشمار تمام برادرایی که در این افطار شرکت دارند در نامه اعمال خودش و فرزنداش اجر و ثواب نوشته بگردانند و خداوند در خاندانش نور و صفا نازل بسازه و مهمانانش از فیض از برکات ماه شریف رمضان برخوردار و با نصیب بسازه ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار آمین یا رب الاخرة بالقرآن و حصل مقاصدنا مقاصد دنیا و الاخرة بالقرآن واقض حاجاتنا من حاجات دنیا و الاخرة بالقرآن العظیم پروردگارا ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگت را توأم با این نشیدها ثواب این نان و طعام ها را ثواب امر به معروف و نهی از منکر اولا به درگاه بی‌نیازت قبول فرما بعدا برسان به ارواح جمیع پیغمبران خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگار روح آن حضرت را از ایشان مخدوم اهل خاندانش و مهمانان محترم شاد و مسرور گردان و فردا روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردار و با نصیب ساز بعدا برسان به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات جمیع روح ارواحی که از صاحبای طعام از برادران دست به دعا برداشته امید دعا دارند خاصتا به روح پدر مرحوم ایشان مخدوم حضرت داملا خدای رحمت مغفرت شان و پروردگار را در بحبوحه جنت مستقر شان گردان پروردگار را فیض و برکات خیرات و حسنات خیش رو در این منزل در این محفل در این محله در این دیار
در خاندان برادرایی که در این محفل خیر امشب شرکت دارن نازل فرما. خدایا غیرت همت مان بده که ماه شریف به خوبی پاس بداریم تا آخر جوان مردانه ثباتکار باشیم. سعی کنیم که نمازها را با جماعات مستحبه در مساجد در خانه های بزرگ انجام بدیم و خداوند و بعد سپری شدن رمضان امتان محمد صلی الله علیه و سلم از گناه کمبودی ها از نقصان ها پاک نما. پروردگار امید به رحمت شفقت تو داریم. عاقبت امورمون به خیر انجام ده. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم.